برای استفاده از نرم افزار بک تست گیری Soft4fx اول از همه باید متاتریدر روی سیستمتون داشته باشید. من میخوام آموزش استفاده از Soft4fx رو روی متا 5 آموزش بدم. Soft4fx و متا 5 فقط روی ویندوز های 10 و 11 اجرا میشن و روی ویندوز 7 و 8 به مشکل برمیخورن. ولی متا 4 و Soft4fx روی همه ویندوز ها اجرا میشن. بعد از اینکه متا 5 رو نصب کردین لازمه یک اکانت فعال روی این داشته باشین، یعنی به یک بروکر وصل باشین. حالا چه دمو باشه چه ریل باشه فرقی نداره، فقط باید این چارت فعال باشه. مرحله بعد بیاین توی کانالی که بهتون دادم. از توی این کانال میتونید باز لینک این کانال آموزشی رو پیدا کنید. یک لینک دانلود Soft4fx اینجا قرار دادم که اگه برید داخلید هم میتونید Soft4fx مخصوص متا 4 و هم متا 5 رو دانلود کنید. بریم. این بخش مربوط به Soft4fx متا 5، اینجا هم مربوط به Soft4fx متا 4. خب دانلود میکنیم متا 5 رو. بعضی از سیستم ها این نرم افزار کمکی رو ندارن، حتما اینو نصب کنید که به مشکل نخورید. اگه دیدید نصب کردید و یک اروری داد که من توی این ویدیو ندیدیم، بدونید که مشکل از این نرم افزار دات نته. این کمک میکنه که Soft4fx و متا 5 راحت اجرا بشن. و بعد از اینکه دانلود کردید میرین تو پوشه‌ای که فایل دانلود شده، اینو دانلود میکنین. این نرم افزار خود Soft4fx که مخصوص متا 5. این هم که نرم افزار کمکی. من اومدم تو پوشه دانلود. از اینجا نرم افزار Soft4fx رو میتونید نصب کنید. خب با کلیک کردن روش پذیرش، اینجا جستجو میکنه که پوشه متاتریدر 5 شما در کجای ویندوز قرار داره. بدون هیچ اروری پیدا میکنه. اگه ارور داد به خاطر اینه که نتونسته پیدا کنه و شما باید به صورت دستی از اینجا بهش آدرس رو بدید که نرم افزار رو اونجا نصب کنه. نرم افزار متاتریدر 5 تون کجا نصب شده، به این Soft4fx که میخواید تازه نصب کنید بهش میگی که برو اینجا نصب شد. دقیقا همون پوشه رو انتخاب میکنید. ببینید مال من توی آدرس درایو سی پوشه پروگرام فایل و متاتریدر 5. به این صورت بهش بشناسونید تا بتونه دقیقا همونجا نصب بشه. بعد گزینه نصب همین راحتی تموم میشه بدون هیچ اروری. کلوز میزنیم میریم توی متاتریدر 5. البته قبل از اینکه بخوایم Soft4fx رو اجرا کنیم باید دیتای جفت ارزهایی که لازم داریم رو دانلود کنیم. تو همین کانال مخصوصمون آدرس اون کانالی که دیتا ها رو قرار میده من گذاشتم. اینجا آدرس دیتای طلا، البته کانال اصلیش اینه، اینم آدرس پست دقیقشه که میتونه اینا قدیمی هم بشه. اگه بعد از چند ماه ویدیو رو نگاه میکنید بعد چارت جدیدش رو دانلود کنید. مستقیم برید توی خود کانال. از اینجا اینا ببینید فایل جدید هم گذاشته برامون. اینجا دیتای طلا رو داریم، اینجا دیتای داو جونز داریم، دیتای یورو، دیتای دیگه هم هر چی بخواین هست دیگه. وقتی که دانلود کردین بخواین مستقیم برین توی پوشش، راست کلیک. اینجا من چون تغییر دادم دیگه فکر کردم دانلود شده. راست کلیک کنین شو فولدر رو فکر کنم بزنید، میرین مستقیم روی همون فایل. حالا من از قبل دانلود کردم، میرم سر وقتش الان. از اینجا فایل دیتایی که دانلود کردین رو باز میکنین، استخراج میکنین. بعد از اینکه استخراج کردین بهتر یک پوشه براش بسازین. دیتایی که دانلود میکنین، حالا یورو، طلا، داو جونز، هر چی دانلود میکنین همه رو بریزین یک جا باشن، همه رو تو یک پوشه قرار بدین.
حالا پوشه میتونید جاشو تغییر بدین، هر جای دوست دارین قرار بدین. مهم اینه که داخل متا 5 به سافتور افیکس بگید که این فایل هایی که دانلود کردید کجا هستن، که الان بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه سافتور افیکس رو نصب کردین، دیتاشو دانلود کردین، میایین داخل متا 5 دکمه های کنترل ان رو اگه بزنید یک زبانه باز میشه اینجا. حالا زبانه تب هرچی. اگه اینجا رفرش کنید پوشه سافتور افیکس رو میتونید ببینید. اینجا بازش میکنین، کلیک میکنین، حتما این گزینه رو فعال کنین، Allow DLL Imports. اوکی، حالا به سلامتی اومده رو حالت دمو. اوکی، حالا باید دیتا ها رو از این بخش دیتا سنتر به سافتور افیکس بشناسونیم. من از قبل بهش گفتم کجا. شما اگه میخواین این کار انجام بدین از این بخش چنج فولدر رو بزنید، پوشه ای که دیتا ها رو دانلود کردین و داخلش گذاشتین، مثل همونی که الان چند دقیقه پیش گفتم، پوشه رو انتخاب میکنید، سلکت فولدر رو بزنید، دیگه سافتور افیکس میدونه که دیتا ها کجا قرار دارن. دیگه دانلود نکنید چون که نسخه پولی لازم داره. از این طریق میتونید که دیتا ها رو بهشون بگید. کلوز. حالا دوباره برمیگردیم اینجا، نیو سیمولیشن، اینجا رو دسته میزنید. اینجا هر کدوم از جفت ارزایی که میخواین رو اد تو لیست بزنید، میتونید چارتش رو داشته باشید. هم میتونید تکی انجام بدین، هم دوتایی، هم ستایی، هم چند تایی، هر چقدر که دلتون بخواد. دیگه بستگی به خودتون داره. از اینجا میتونیم حذفشون کنیم یا دوباره اضافه کنیم. نکته مهم بعدی اینه که میتونید از اینجا تاریخ مورد نظرتون رو بیارین. هر تاریخی که دوست دارین، بستگی داره به دیتایی که دانلود کردین که از چه تاریخی تا چه تاریخی رو پوشش میده. اینا گزینه‌های جانبیشن که خودتون هر چی دوست دارین میتونید تغییر بدین. و مهمترین نکته اینجا تایم زونه که باید روی نیویورک قرار بگیره. اگه اینو فراموش کنید تو حالت پیش‌فرض باشه، تاریخ‌ها و ساعت‌هاش به هم می‌خورن. حالا اخبار مثلا ساعت 3 معمولا میاد، ممکنه روی این ساعت 9 صبح اجرا بشه. حتما روی نیویورک قرارش بدید. بعد سیمو استارت رو بزنید و تموم. اینجا دیگه لازم نیست. حالا چند تا چیز دیگه هم مونده که بهتون بگم. حالا من تمپلیتش رو آماده دارم. اینجا میتونم اینو ببندم، لازم ندارم. از این بخش میتونم هر تایم فریمی که بخوام بک تست بگیرم و بیارم. مثلا میخوام الان 12 شب سریع برسم به ساعت 10 صبح. تو تایم فریم 1 ساعت میارم، با این گزینه کندلا رو جلو میبرم. اینجا میگه ساعتش زده شد ساعت 9 صبح، اینم 10 صبح. حالا میرم رو 5 دقیقه خودم به راحتی میتونم بک تست بگیرم یا 1 دقیقه، هر چی که دوست دارید. از این گزینه کندلا رو میبرم جلو، میتونم تحلیل کنم. دیگه مثل یک متاتریدر عادی شده دیگه. بقیه چیزاش مثل همون متاتریدر خودتونه. هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید. کندلا رو عقب ببرین، جلو ببرین، یا تو 5 دقیقه، تو تایم فریم 5 دقیقه 1 دقیقه جلو ببرین، ببینیم که کندل چجوری تشکیل شده. این هم یکی از ویژگی‌هاشه. باز دوباره اینو فعال کنیم، 5 دقیقه‌ای جا به جا میشه. البته اینجا به هم خورده. حالا یک آپشن مهم دیگه داره، اینه که میتونین بدون اینکه رو گزینه بزنید، رو دکمه بزنید کندل جا به جا بشه. به صورت طبیعی خودش کندل اجرا میشه. اگه سرعت بالاتر ببرین کندل سریعتر تشکیل میشه. البته وقتی میبینین که چارت تکون میخوره ولی کندل تشکیل نمیشه، از این گزینه است که الان اینجا فعال نیسته، این اتفاق نیفتاد. اینم باید فعال بذارید که کندل به صورت لایف تکون بخوره با پلی کردن. به این صورت سرعت بالاتر، کندل بیشتر، خود به خود دیگه تشکیل میشه.
سرعت 1 یعنی حالت طبیعی. اون سرعتش پایینه الان نشون نمیده. بهتون توصیه میکنم که اصلا به این گزینه‌های خرید و فروش مجازی دست نزنید، چون که یک محدودیت داره. بیشتر از 5 بار استفاده کنید نسخه سافت فور افکستون غیر فعال میشه و به مشکل میخوره. بعد دوباره بیاین نصبش کنید. به این اصلا دست نزنید. به این بخش هر کار میکنید بکنید، اشکال نداره، ولی به اینا دست نزنید. به این اصلا دست نزنید. اینجا هم اخبار اون تاریخ رو میتونید داشته باشین. اخبار اهمیت پایین‌تر رو مثلا میتونین بردارین. از اینجا میتونین جفت ارزی که خبرشون رو لازم دارید داشته باشین، فعال کنین، مثلا یورو. بعد اینجا میتونین خبرها رو کم کنین، فقط بر اساس روزی که هستین بیاد، تاریخش، اهمیتش. امیدوارم که به راحتی بتونین نصب کنین. نکاتی که گفتم و حتما یکی اجرا کنین. فکر نکنم دیگه به مشکلی بخورید. مهمترینش اینه که یک چارت فعال روی متا 5 داشته باشین که بتونین اینو اجرا کنین. اگه سوالی داشتین بپرسید.